салом дӯстони гиромӣ, ҳаводорони забонҳои хориҷӣ, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем ба эфири навбатӣ. Welcome. How is it going? How are you? умедворем ки ҳама каса хубу тансиҳат ҳастен. хуб имрӯз аз китоби New Grammar Time дарси 44-ро идома медиҳем ва шояд ки охирон дарс бошад аз ҳамин китоб, яъне аз ҳамин китоб. Як лаҳза. хоб чунки шояд ки як 3 ё 4 саҳифаи дигар мондааст, амира мегирем ва агар дар як дарс тамом кардем бисёр хуб, тамом накардем боз як дарси дигар ташкил мекунем. хоб маъзарати зиёд, як лаҳза. خب هداية ديزي مرحبا مرحبا أهلا وسهلا. دقيقة واحدة.
خب مهری مادر سلام سوزین خوبین استاد و علیکم و سلام. بخشش یک کمی تأخیر شد در جواب دادن. خوش آمدین. چی حال دارین؟ خوبین؟ تنجین؟ شکر خدا که ما خوبیم تنجین. امیدوارم که شما نیز خوب و تن صحت باشین. خب وقت شما رو زیاد نمیگیریم و برای کسان شما میکنن نمیخوایم که ویدیو درازی بعد شود. دیگر آغاز میکنیم. Hidaya, how are you? How is it going? Welcome again. خب امروز همون موضوعی که درسی گذشته درباره present continuous بود، زمانی حاضره دوامدار، جانشین های شخصی I, we, they, I, you, we, they رو گرفتیم و امروز باشد he, she, it رو میگیریم. he, she, it, question, negative. خب در رسم یکم نگاه کنیم. توتی میگوید که I'm bored یعنی من خسته هستم، یعنی خسته یعنی به معنی که یعنی شلپر هستم، خسته هستم، مانده هستم مثلا. و باز میگوید که Zoe isn't playing with me. Zoe isn't playing with me یعنی Zoe is not playing with me یعنی زوی همراه من بازی نکرده است. چگونه که گفتیم زمانی حاضره دوامدار یعنی بازی نکرده ایستاده است، عین زمان عین حال. خب she's reading a magazine. She's reading a magazine. وای مجله خونده است. وای مجله خونده است یعنی چگونه که در رسم میبینیم یعنی در بیرون در بالای کرسی یا همون کرسلو کرسی راحتی مجله خونده است. در رسم دوم اینجا خب این خانم این دختر آمده است میگه که Hello Corky, what are you doing? 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 سلام کورکی چی حال داری؟ سلام کورکی چی حال داری؟ What are you doing یعنی هم به معنای چی حال داری هم هست و هم what are you doing چیکار کرده ایستاده ای یعنی عین زمان تو چیکار کرده ایستاده ای. What are you doing? What are you doing یعنی چیکار کرده ایستاده ای. خب توتی در جواب میگرده میگه که nothing I'm bored. Nothing I'm bored. یعنی هیچ چیز یگان چیز من خسته هستم، من مونده هستم. خب و در این رسمی سیوم نگاه کنیم میگه که ازای دوستان عزیز خبر ما نکردن ما کتاب کشادیم از روی کتاب خونده رفته استیم در اکران کتاب نمایان نیست. یک خبر ما که کردیم خیلی خوب میشید. خب ما فراموش کردیم که این رسم رو برداریم و کتاب رو برای شما نشان دهیم. عین زمان فکر میکنم که پیدا شد. خیلی معذرت زیاد. خب پیدا شده. بله خب از اینجا آغاز کرده بودیم و چگونه که گفتیم در رسم یکم اینجا توتی میگه که I am bored من خسته هستم، من مونده هستم، من شلپرم یعنی و باز میگه که Zoe isn't playing with me. Zoe is not playing with me. Zoe is not playing with me یعنی is not شکلی پره و isn't شکلی فشرده یا همون کوتاه شده یعنی شکلی مختصر. Zoe isn't playing with me. Zoe همراه من بازی ندارد، بازی نکرده است. She's reading a magazine. She's reading a magazine. وای مجله خونده است. وای مجله خونده است. چونه که در رسم میبینیم.
خب و در رسم دوم میرویم، میبینیم در اینجا این دختر اومده است، میگه که Hello Corky, what are you doing? Hello Corky, what are you doing? سلام کورکی، چیکار کرده استی؟ چیکار کرده استی؟ توتی در جواب میگه Nothing, I am bored. Nothing, I am bored. یعنی هیچ چیز، من خسته هستم. و در رسم سیوم میگه که Is Zoya sitting in the garden? Is Zoya sitting in the garden? Is Zoya sitting in the garden? یعنی آیا زویا در باغ نشسته است، در یعنی باغچه نشسته است. همون گاردن یعنی اون پیش هر یک خانه، یعنی یک کمی حولیچه بگیم، یک باغچه دارد، همون رو در نظر دارد. و توتی میگه Yes, she's reading. Yes, she's reading. یعنی she's reading یعنی she is reading. یعنی وای خوانده است، یعنی وای یکمون چیز خوانده است. She's reading. خب و رسمی چهارم میگه که Oh, Corky, this is for you. Oh, Corky, this is for you. Oh, Corky, this is for you. میگه ای کورکی، این برای تو هست، این برای تو هست. یعنی تقریبا در دستش شکلات است. خب ببینیم اینجا چی میگه. Chocolate for me. Chocolate for me. میگه شکلات برای من. یعنی در تعجب مونده است و سوال میکنند که برای من، برای من. خب و همین خیال میگه اون دختر میبراید از دمش، دیگر این توتی هم میگم که شکلات رو میگیرد از دمش پرواز کنون. میگه که wait I'm coming with you. Wait I'm coming with you. یعنی منتظر باش، یعنی یک کمی منتظر باش، من هم همراه تو می آیم. یعنی می آیم به معنی که من هم همراه تو چیکار میکنم، می برایم میرویم، یعنی به سوی باغچه رفتیم. You are my best friend. You are my best friend. یعنی تو بهترین دوستی من هستی. دیدن که یک شکلاتش که داد، میگه که تو دوستی بهترینی من هستی. خب در اینجا یک قاعده که خورده که هست، یعنی اوید به گراماتیکا. در اینجا میگه پوزیتیو یعنی he is reading a magazine، یعنی جمله های خبری یا که هم جمله های تصدیقی. he is reading a magazine وای مجله خونده است. she is reading a magazine وای زن مجله خونده است. یا که it's sleeping یعنی وای خواب رفته است، یعنی در حال خواب رفتن است، یعنی خواب است مثلا. خب این بود جمله های خبری. اما اون جمله های خبری را بخوایم که جمله اینکاری کنیم یا که هم نگاتیو کنیم، میگیم که he is not reading a magazine. he is not reading a magazine. he is not reading a magazine. she isn't یعنی این علاقه شکلی کوتاه شده شد. she isn't sleeping وای خواب نیست. it isn't sleeping وای خواب نیست، یعنی خواب نرفته است. خب اکنون جمله سوالی رو چیکار میکنیم؟ جمله سوالی همون verb to be am are is که بود، همون رو میاریم در اول جمله میمونیم، میشه جمله سوالی. یعنی is he reading a magazine? is he reading a magazine؟ آیا وای مجله خونده است؟ آیا وای مجله خونده است؟ is she reading a magazine؟ آیا وای مجله خونده است وای زن؟ is it sleeping؟ is it sleeping؟ آیا وای خواب رفته است که در حال خواب کردن است مثلا. خب جواب های کوتاه short answers. جواب های کوتاه yes he is, yes she is, yes it is. این بود جواب های کوتاه مثبت. و جواب های کوتاه منفی no he is, no she is, no he isn't, no she isn't, no it isn't. اوکی. خب و میگه که questions with question words یعنی سوال ها همراه کلمه های سوالی، یعنی همون what, where, who اینها کلمه های سوالی هستند. what is she doing? what is she doing? what is she doing? where is he doing? where is he doing? where is he going? who is singing? who is singing? who is singing. یعنی what is she doing وای چیکار کرده است،
یا اینکه مثلا where is he going وای کجا رفته است. who is singing کسی که خوانده است، سرود خوانده است، سرایده است، کی است وای. یعنی همش جمله های سوالی هستند. خب خب ملک خانم در درس گذشته درباره یعنی جمله خبری یا که مثبت یا که منفی گفته بودم با زبان روسی. اگر همینجا باشن خب یعنی سوال در زبان روسی вопрос می شود. مثبت یعنی یا که همون خبری یا که تصدیقی утверждение و منفی یا که همون جمله های انکاری отрицание می شود. отрицание. اوکی. خب دوام میتیم و در اینجا میگوید که look and write نگاه کن و بنویس. read listen to در اینجا در بین قوس دو کلمه یا که میگیم کلمه ها عباره آورده است که معنای تام رو ندارن، معنای پره نیستن. اونها رو یعنی در شکل جمله ما و شما باید که پر کنیم. یعنی brain isn't reading a magazine, he's listening to music. خب اینجا نگاه کنیم brain موسیقی گوش کرده است و در اینجا میگوید که brain مجله نخونده است و موسیقی گوش کرده است. و کارکی میگوید که eat drink. خب eat یعنی خوردن نوشیدن. اول کارکی را بیابیم که چیکار کرده است. کارکی یعنی نوشیده است. کارکی نوشیده است و در اینجا ما و شما اول این جمله رو انکاری میکنیم، جمله انکاری، و بعدا این را جمله خبریش می نویسیم. یعنی در از روی رسم کدامش درسته همونش رو می نویسیم. خب مثلا Corky isn't. خب Corky isn't یا is not. Corky is not eating. E-A-T-I-N-G. Corky isn't eating chocolate. یعنی Corky شکلات نخورده ایستاده است. He خب در اینجا باقی مانده شما نیستیم. خب ما فکر میکنم یک کمتر خورد هست، معده هست، شاید که در چشم شما نتابد. خب Corky isn't eating chocolate. He دوامش هم نیستیم. He drinking. خب he is drinking. He's drinking milk. وای شیر نوشیده ایستاده. وای شیر نوشیده ایستاده. خب خب تشکر زیاد خواهر فیو برای لایک. علیکم بر سلام، خوش آمدین. شکر خدا ما خوبیم، تنجیم. شما نغزین، سازین، خوبین، فرزندا خوبن. خوش آمدین بار دیگر. خب بهترین، خیلی خوب. عبود و سربلند باشین. الحمدلله سوزیم. خدا همیشه خوب باشین. خب و جمله سوم دا میگذاریم. در اینجا play و fly اومده است، هر دو فعل هستند.
یعنی دیو در اینجا میگه که بسکتبال. آیا دیو بسکتبال بازی دارد یا ندارد؟ دیو خب دیو در اینجا سمالیات بازی دارد. خب دیو اول انکار میکنیم. دیو isn't Dev isn't Dev isn't playing Dev isn't playing basketball. He is یعنی که he's چسبیدگی هم شود، جدا هم شود. He's flying a model plane. He's flying he's خب flying he's flying a model plane. He's flying a model plane یعنی وای پرواز دارد. a model plane جمله کمی بگیم که اونقدر معنای پرا ندارد. خب اینجا یک with می نویسیم یعنی با همراهی. وای پرواز دارد همراهی هواپیما یا همون سمالیاتی، نه همون سمالیاتچه یا که هواپیماچه. یا اینکه در جای flying می شود بنویسیم که he is playing with a model plane یعنی وای بازی دارد همراهی بگیم که هواپیما. یعنی در همین جای flying خب بیا بنویسیمش. در جای flying می توانیم باز بنویسیم که he is playing with خب with هست with a model plane وای همراهی سمالیات بازی دارد. یعنی خب جمله چهارم انا talk read. خب اول انا رو میویم. خب در اینجا انا یعنی کتاب خونده است. اول این کار میکنیم. اینجا جمله این کاری میاریم. مثلا انا is not talking یعنی که انا گپ نزده است to brain همراهی brain گپ نزده است. she's خب she's reading a book یعنی وای کتاب خونده است. خب در اینجا sleep و climb در اینجا خب cat آورده است گربه یعنی پیشک. خب پیشک اینجا پریده است به بالای درخت. در اینجا اول این کار میکنیم که گربه خواب نیست. خب the cat is not sleeping under the tree یعنی گربه در زیر درخت خواب نیست. it's climbing خب it's climbing the tree یعنی وای با درخت به طور درخت یعنی پریده است. یعنی climb یعنی پریدن. یعنی خب look at the picture in exercise for right questions and answers. میگه نگاه کنین به رسمی مشق چهارم همین است یعنی همین را در نظر دارد. رسمی مشق چهارم و در اینجا چو کنین right questions and answers و سوال ها و همراه جواب ها رو نویسید. یعنی هم سوال ها رو نویسین هم جواب ها رو نویسین. خب اینجا اگر یگان نفر جواب دادن خواهند میتوانند اینجا نگاه کنند در این جای خالگی چی می آید. لطفا شما هم چو کنین کار کنین یعنی با هم کار کنین خوب می شود. اوکی مرحبا نویسین یعنی یکمش کار کردگی دویمش سومش چهارمش کدامش که میتونین نویسین روی کنین. خب کارکی sleep یعنی دو کلمه. اول این رو جمله سوالی میکنیم. کارکی is Corky sleeping آیا کارکی خواب رفته است؟ خب نگاه میکنیم کارکی در اینجا خواب نبود شیر نوشیده است. میگیم که چی است؟ no he isn't نه خوب نکرده است. یعنی جمله رو جمله منفی ساختیم یعنی جمله این کاری کردیم. و جمله دوم زوی look at the birds یعنی اول این رو جمله سوالی کنیم. is Zoe
خب is Zoe looking at. خب دومش همینجا هست. دومش نمی‌نویسیم چون که جوک کمتر است. Is Zoe looking at the birds. آیا زوی با پرنده ها نگاه کرده است؟ خب میرم میبینیم مثلا اینجا زوی بله درست زوی با پرنده نگاه کرده است، یعنی با دوربین مثلا می‌نویسیم yes she is. yes she is. yes she is. لایک رو فراموش نسازید. تشکر زیاد. فیو سلامت سربلند باشین. خب جمله سیوم the cat drink milk. اول این رو جمله سوالی میکنیم is the cat خب drinking خب دومش نمی‌نویسیم، در اینجا نوشتگی هست. مثلا is the cat drinking milk. میگوید که گربه شیر نوشیده است. خب نگاه میکنیم گربه شیر ننوشیده است، گربه با بالای درخت برآمده است. میگم که no. خب این کار میکنیم no it isn't. no it isn't یعنی که no it's not. خب جمله چهارم brain listen to music. یعنی که brain موسیقی گوش کرده است. اول این رو جمله سوالی میکنیم is brain خب با حرفی کلان میاد نامی آدم is brain listening خب دومش هست listening to music. آیا برین موسیقی گوش کرده است؟ خب نگاه میکنیم بله برین موسیقی گوش کرده است. جمله جوابی مثبت میاریم، می‌نویسیم yes he is. خب جمله پنجم Anna do her homework. خب اینجا اول جمله سوالی میکنیم میره is Anna doing. خب دومش هست is Anna doing her homework. آیا وای وظیفه خانگیش رو تیار کرده است؟ خب اینجا نگاه میکنیم نداره، در اینجا می‌نویسیم که no she isn't. و جمله ششم رو میگیریم ویکی play basketball. اینجا جمله سوالی میکنیم is Vicky playing. خب دومش هست playing basketball. آیا ویکی بسکتبال بازی دارد؟ خب نگاه میکنیم در اینجا ویکی تقریبا در این رسم ویکی همون کسی هست که فوتبال بازی دارد. جوابی منفی میاریم no she isn't. برای چی؟ به خاطر که وای فوتبال بازی داشت، یعنی چی بازی نداشت، بسکتبال بازی نداشت. خب تمرین رقم 5 نیز کار کرده، میگذاریم به تمرین رقم 6. Read the answers then write the questions. میگه که اول جواب ها را بخوان و بعدا سوال ها را بنویس. خب They are playing in the park.
اونها در باغ بازی دارند. جمله سوالیش چی می شود؟ Where are they playing? Where are they playing? اونها در کجا بازی دارند؟ They are playing in the park. اونها در باغ بازی دارند. در پارک بازی دارند. خب Brain is listening to music. خب جمله سوالیش چی می شود؟ جمله سوالیش Who are چی است؟ یک نفر است. Who is خب listening who is listening to music music who is listening to music کی موسیقی گوش کرده است؟ brains listening to music brain موسیقی گوش کرده است. خب جمله سیوم فیو نوشتن معلم چند قشید افیر نکردیم همه را فراموش کردم. هیچ گپ نداره. بله چند قشید افیر نبود به همین خاطر بیتیم باز افیر کنی را دوام تیم. خب جمله سیوم میگه که Dave's wearing jeans and a shirt. میگه Dave هم جینز پوشیدگی هم تیشرت یعنی مایکا فوتبالکا پیراهنی کوتاه یا که پیراهنی نیمتنه به تاجیکی. خب دیگه این مایکا و فوتبالکا و تیشرت اجزا الکی در بعضی زبان ها ترجمه هم بگیم ندارن خطا نمیکنیم. مثلا در زبانی در خط فارسی تیشرت می نویسنش با فارسی با ایرانی، مثلا در عربی هم تیشرت میگنش مثلا. خب در تاجیکی من همون در روسی مایکا می شود. مایکا یا که همون فوتبالکا یعنی همون مایکایی که آستینش تا آرنج است مثلا. خب مالش به حضور دسترخوان زیبا به حضور. خب میگه که Dave's wearing jeans and a shirt. Dave یعنی هم جینز پوشیدگی هم مایکا پوشیدگی. پس سوال این خیلی میشد که what خب what Dave is wearing چون که جینز و تیشرت اومده what خب what is wearing we are wearing what is wearing Dave what is wearing Dave یعنی Dave چی پوشیدگی است؟ یعنی جوابش این است که Dave's wearing jeans and a shirt. خب جمله چهارم Vicky is playing tennis. Vicky تنیس بازی کرده است. خب جمله سوالیش میشود که who is playing tennis who is playing tennis کی تنیس بازی کرده است؟ کی تنیس بازی کرده است. و جمله پنجم Corky is drinking milk. خب what is میاریم what is drinking Corky what is drinking Corky یعنی میگوید که کورکی چی نوشیده است و جوابش تیار هست. جوابش این است که Corky is drinking milk. کورکی شیر نوشیده است. سلامت باشین خواهر فیو. تشکر زیاد. شیخ فانی hello welcome how are you how is it going. خب جمله آخران جمله ششم they are going home now اونها به خانه رفتند حاضر. خب جمله سوالیش می شود که where are they
where are they going where are they going where are they going now خب ناوش همیشه بیاریم where are they going now they are going home now they are going home now یعنی اونها کجا رفتستن حاضر اونها خانه رفتستن حاضر خب هیچ کس تنیس بازی ندارد فوتبال بازی دارن بله از سوال بالوگی بودن سوال بالوگی در اینجا این دو نفره چی بازی داشتن فوتبال بازی داشتن خب کی باشد all forms اینجا درباره همه شکل های جانشین های شخصی که در زمان حاضره دوامدار یعنی present continuous استفاده می شود مقصد منظور همون است که نگاه کنیم اگر زیادتر باشد با درس دیگر همونیمش یا که بگیریمش خب یک صحیفه دو صحیفه بوده است اگر خواهش داشته باشیم با همین بگیریمش بگیم که تمام شود بگیم یکی تو تمام شود اگر بگیم که نه بسای خیلی بسای ملک یلماز اومدن سلام علیکم و علیکم سلام ملک یلماز خوش آمدین چه حال دارین how are you how is it going как у вас дела как здоровье ما شکر خدا خوبیم تنجیم خب میگیم بگیریمش برای کسانی که بعدا ویدیو رو تماشا میکنن برای اونها هم باز چی نشود در که باید درس دیگه هست همین قطعی تمامش کنیم چی گفتین Sheikh Foni, I am glad to meet you. Thank you so much. Thank you so much. It's nice to meet you too. Nice to meet you too. خب از این فهمیده میشه که زبانی انگلیسی را شما خوب میدونین پس اگر همینجا باشین در تمرین ها کمک میکنین دو صحیفه دیگه مونده همیشه هم بگیریم بعد ملک یلماز میگن خیلی ما رفتم زیادی بده درس ها اوکی شما فکر میکنید در ترکیه هستین نه در زبان ترکیه هستین انگلیسی ده خب همون جانشین های شخصی که I, we, you, they I با ترتیب اگر بگیرشون I, you, we, they بعدن he, she, it گرفتیم اکنون همین ها رو یک مختصرا در همینجا از روی قاعده یعنی میارشون که میگم که یک خلاصه بروریش میکنه خب نه که مصطفی پروست دیگری فیلم را فهمو مایلش تشکر برای آمدنتان خوش آمدین خب spelling rules verb plus ing میگه که قاعده های تلفظ یعنی وقتی که بعضی کلمه هستن که ای حذف می شود بعضی کلمه هستن که یعنی همصداشون تکرار می شود باز با مثل همین ها را میارد verbs that end in a verbs that end in e یعنی فعل هایی که با ای انجام یافتند با مثل فعل dance come close write اوکی همین فعل ها وقتی که در آخرش ای دارد همین ها حذف می شود پاک می شوند
همین حرف ها پاک میشوند، یعنی همون ای پاک میشود، در جایش آی میآید و مثل dance dancing، come coming، close closing، ride riding، write writing. Okay, verbs that end an a vowel plus consonant، یعنی فعل هایی که همراهی صداناک و همصدا خاتمه مییابند و مثل فعلی swim یا کنیم I vowel هست و M consonant هست و در اینجا همون حرف یک بار تکرار میشود، مثلا swim swimming، swim swimming، یعنی M دو بار تکرار شده، swim swimming. خب run running، stop stopping، sit sitting. خب کسانی که نو آموز هستن البته معنای اینها رو میگم، دنس یعنی دنس رقص کردن، کم آمدن، کلوز محکم کردن، راید راندن یعنی خب اسب راندن باشد، خب دوچرخه راندن باشد، رایت نوشتن، خب سویم شنا کردن، ران دویدن، استاپ ایستادن، سیت نشستن. look sleep. خب در اینجا بگم که استثناء آورده است که کلمه sleep یا فعل sleep در این قاعده نمی‌دارد، یعنی که نگاه کنیم پیش از وی ای هست و همصدا هست، باید که sleep دو تا پ میشد، اما در اینجا میگه که be careful with the spelling، یعنی با دقت باشید درباره تلفظ کردن این کلمه ها، این در اون قاعده نمی‌دارد. اوکی، خب کسانی که زبان انگلیسی را کم بیش میفهمن اکنون تمرین کار میکنیم. خب آماده باشین، نویسین روی کنین. Look, read and write. نگاه کن و بخوان و بنویس. نگاه کن، بخوان و بنویس. Quit، کار که we are doing our homework، میگوید که آرام، ساکت، کار که ما وظیفه خانگی را تیار کردیم. ما وظیفه خانگی را تیار کردیم. این گپا کی میگه؟ این گپا زوی میگه. خب در اینجا نگاه کنیم، در رسم یکم کلمه دو آمده است و علامت درست است. پس علامت درست که شد جمله خبری است. خب میگذاریم در رسم دوم. در رسم دوم جا خالی هست، جمپ آمده است و دنس آمده است. در پهلوی جمپ علامت سوال است، یعنی جمله سوالی است و در پهلوی دنس علامت درست آمده است، پس جمله خبری است. مرحمت در این جای نقطه ها چی می نویسیم؟ شما نیز نویسید. سلامت باشین دوستان گرامی، برادران و خواهران ارجمند. خب در اینجا گفتیم که جمله سوالی است، پس اینجا دف گفته است که is he جمله سوالی گفتیم is he کلمه jump، is he jumping، is he jumping، is he jumping، is he jumping یعنی کی سوال کرده؟ dev سوال کرده است. is he jumping و در پایان برای میاد که no he اینجا جمله خبری است. no he خب no he then no he dancing، no he dancing. معذرت این در زیر میاد. no he isn't می شود no he isn't و در سطر پایانی می شود he is dancing. اوکی، و می رویم به سراغ رسم سیوم. در اینجا هر دویش جمله خبری است. I am eating chocolate. من شکلات خورده استم. I am eating chocolate.
اوکی. look کارکی یمی. look کارکی یمی. میگه که نگاه کن کارکی یمی گفته یعنی با مزه، لذیذ، با لذت است. و توتی میگه chocolate. wait I'm coming. wait I am coming. wait I'm coming. wait I'm coming. مثلا یک از رفته است بیرون رفته است، مثلا میگه wait I'm coming. wait I'm coming. یا اینکه one minute I'm coming. one minute I'm coming. یعنی یک دقیقه من آماده استم مثلا. خب در اینجا یک جمله سوالی است، یک جمله اینکوری است. خب are you closing the window. Are you closing the window؟ یعنی آیا تو تیریزه رو پوشیده استی؟ این گپ کی میگه؟ این گپ رو برین میگه. و زویا میگه که yes he. خب yes he خب کلمه sing اومده است، این رو باید اینکوری کنیم. yes he is. باید اینجا علامات درست میشید. برای چی؟ با خاطر اینو کنیم yes he is singing now. اگر مثلا بگیم که he is not singing now، وای حاضر سرود نخونده است، پس اینجا جمله دوم رو کنیم we can do our homework. یعنی اون سرود خونده است، ما وظیفه خانگی رو چیکار میکنیم؟ میتونیم انجام دهیم. خب he is not singing. he is not singing now. یعنی وای گفت که تریزا رو محکم کرده استی، گفت که بله محکم کرده استم. he is not singing now. وای حاضر سرود نخونده است. we can do our homework. یعنی ما میتونیم که وظیفه خانگیمون رو انجام بدهیم. خب شیخ فانی چیزی نوشتین کور کردین، معذرت که دیرتر نگاه کردین با سوی کامنتاری ها. اگر یکون چیزی مهم باشه یک بار دیگه نویسین. خب کی باشد؟ write the ing forms. میگه که شکل ing رو در اینجا نویسین. خب در اینجا یک چند فعل آمده است: drive, sing, run, watch, sit, write, fly, write, swim. این فعل ها را در اینجا باید که ما و شما نویسیم. مثلا play, playing, dance, dancing, stop, stopping. یعنی فعل هایی که با آوردن ing به حذف کردن، به کور کردن ساخته می شوند، اونها رو در این قطار می نویسیم. خب در قطار یکم. و فعل هایی که حرفی ای شون حذف می شود در اون وای می نویسیم، و فعل هایی که حرفی آخران اونها تکرار می شود در بگیم که قایمه سیوم می نویسیم. خب در اینجا خب کلمه sing طوری میگیرد. singing مثلا singing. خب singing. خب اینجا drive در اینجا طوری نمیگیرد. run در دیگر جور هست. watching مثلا طوری میگیرد. watching. خب watching. و sit در اینجا نیست. write در اینجا نیست. fly در اینجا طوری میگیرد. fly. خب flying یعنی singing سرود خواندن، watching تماشا کردن، flying پرواز کردن. خب قایمه دوم drive حرف ایشکور حذف کرده می شود. driving و باز writing
writing writing. خب باز اینجا write riding write riding write riding. driving راندن writing نوشتن riding اسب سواری کردن یا که ولسپد راندن اسب راندن سوار شدن اسب سواری کردن یا که دوچرخه سواری کردن. خب و فعل هایی که آخران حرفشون تکرار می شود اینجا swim هست swim swim swimming swim swimming. خب swim swimming. خب ما خیلی میدونستم بازی. خب هیچ گپ نداره تکرار میکنیم با یاد میگیریم انشالله. دسترخوان زیباتون معلم بس نیستیم. آخران صحیفه دسترخوان زیبا آخران صحیفه به همین خطی همین کتاب تمام میشه. اگه برای یک صحیفه با یک درس دیگه تشکیل کردن و فیلم که قدر مناسب نیست. خب کسی که اگر کار داشته باشد میتونن از پس کارشون شوند و این نوار ثبت میشه برای کسانی که من بعد بگیم که تماشا میکنن. خب swim swimming و کلمه باز چی از sit sitting sit sitting sit sitting و باز چی از اینجا run running run running run running running. run running. خب swimming شنا کردن شناوری. خب sitting ششتن نشستن. running دویدن دویدن. خب در اینجا این تمرین رقمی 8 تمام شد. تمرین رقمی 9 قریب آمدن زیبا جان بسیاری بعد شد درس. بله کمتر بسیار شده که میگم تمام مشکل نمیباره. look read and write نگاه کن بخوان و بنویس. خب در اینجا she drive her new car در اینجا اینها رو به شکل جمله ساختن در کار. she خب این جمله خبری است. she is driving she is driving she is driving. خب دومی جمله هست she is driving her new car یعنی وی ماشینی نوی خودش را رانده ایستاده است. خب اینش باشد جمله اینکاری هست منفی. خب we are not running ما ندویده استیم ما ندویده استیم. they write a test این جمله خبری است جمله خبری. خب جمله خبری they are writing a test a test. اونها امتحان نوشته استند اونها امتحان نوشته استند. خب رسمی چهارم you sleep در اینجا جمله سوالی است جمله سوالی. are you sleeping آیا شما خواب رفتستین are you sleeping. خب رسمی پنجم he swim این نشم جمله سوالی است. is he swimming خب جمله جمله سوالی. خب رسمی ششم they study و این جمله اینکاری است. they are not studying
they are not studying. اونها درس تیار نکرده هستند یا که مطالعه نکرده هستند، یعنی نخوانده هستند مثلا. خب تمرین رقم 9 نیز به پایان رسید. خب مشقی 10 و آخران مشق از این کتاب است. play a memory game، میگه که بازی کنین بازی خاطره بازی رو، یعنی memory خاطره می شود، خاطره ذهن، game بازی می شود. look at the picture in exercise 4، با رسمی که در مشق 4 است نگاه کن. ask question about it، درباره وی سوال کن. look at the picture in exercise 4، با رسمی که در تمرین 4 است نگاه کن. then close your book and answer، و سپس کتابت رو بپوش و and answer the questions، و چون با سوال ها جواب بده. خب در اینجا میگه که what's brain doing، brain چیکار کرده است؟ خب در اینجا این دختره میگه که he is listening to music. خب در جواب میگه که yes that's right، بله درسته. now swap roles، یعنی الان تغییر نوبت. خب این بازی ها عادتا در صنف ها می شود که یعنی دو نفر با دوستگاه برویند و با هم دیگر سوال و جواب میکنند. با همین درس امروزه با پایان رسید و این چگونه که در مابین هر یک دو درس می آمد یک تستی خورد اگر که است، اینا کسی اگر همچون وظیفه خانگی از کار کند خوب کار که نکردم. با همین کتاب تمام شد. کتاب نیو گرامر تایم 1 با پایان رسید. در اینجا میگوید که now you can، الان شما میتونین. چی را میتونین؟ همین کارها را. say when things happen، یعنی میتونین بگین که کدام کار کی رخ داد. ask for specific information، درباره معلومات های مخصوص بپرسین. talk about what is happening now، درباره چی کار شده است حاضر مثلا میتونین که بپرسین. خب با همین درس زبان انگلیسی تمام شد از کتاب نیو گرامر تایم و کتاب نیو گرامر تایم خچم تمام شد. یگان سوال ها پیشنهاد شدن در آینده میتونین در زیر همین نوار نویسین و یگان کمبودی در همین کورسی که 44 درس دوام کرد. به فیلم 44 درس بود. از یک بار دیگه بینیمش. بله 44 درس دوام کرد یک کتاب. اگر یگان کمبودی شده باشه، یگان خطاگی از ما رخ داده باشه، در زیر همین نوار نویسین و پیشنهادهای خودتون هم نویسین، نصیحت‌های خودتون هم نویسین تا که ما کمبودی خودمون در درس‌های من بعده، در کورس‌های من بعده اصلاح کنیم. خب یگان کس اگر یگان گفتنی باشد بفرمایید، اگر نه به همین تمام شد که افرین خب اپای فیو نوشتن که معلم انشالله کار روان کلان خونه از سر تا آخرش تکرار میکنم انشالله نصیب از سر تا آخرش تکرار کردین. اون کمبودی خطا اگر یافتین حتما خبر ممکنین تا که خودمون اصلاح کنیم برای درس های من بعده. خب
خب از کامپیوتر بخونیم کامنتری رو. اسلامی کانال 2021 سلام علیکم سازن همه کسا خوش آمدین به کانال اکا زنده باشی برات ما فروخشو سلامت باشید برادر فروخشو چه حال داری خوبی تنجی خوش آمدین فریدون سنگوف با کی افیر میکنین تقریبا یک روز پس افیر میکنیم باز از کورسی که حاضر عین حال رفته است یعنی انگلیسی در 99 روز نمیدونم در درس 28 هم 29 هم همون را دوام میتیم که کاری کنیم همون را تمام کنیم. خب انشالله که پگاه یا پریمیرا میشود یا که ویدیو میگذاریم اما پگاه دیگهش باز افیر میشود یک روز پس افیر میکنیم یک روز پس پریمیرا. خب کی باشد زور کومیل خان خداوند زیادشان کنه الگ یلمز علیکم سلام خوش آمدین فریدون سنگوف من نو در شما подписаться کردم سلامت باشین تشکر زیاد برادر فریدون سنگوف که قدر کردین آمدین و ابونه شدین подписаться کردین اون کامبودیا باشه حتما خبر میکنین در کامنتاریا تو که خودمونه اصلاح کنین شاید یک اونجا رو ندرست ترجمه میکنیم یا که اونجا اون کامودی باشه حتما خبر میکنیم و پیشنهادها و فکرهای خودتان باز میتونین که نویسین تا که در نظر بگیریم پیشنهاد شما را. فریدون سنگوف را آمدن سلامت باشین تشکر زیاد اسلامی کانال نوشته معلم یک کامنت مون نمراتونه راستی یک مدت نمره را دادیم در وقت افکنی زنگ میزنن دیگه همون جهت بگیم رقم را حاضرش نمی نویسیم اما صحیفه های اجتماعی من هست یعنی مثل فیسبوک اینستاگرام و دیگر چیزا هست نمیتونین که نویسین حتما صحبت میکنیم انشاءالله چی گفتین حاضر من سلکش میمونو یعنی خب اینستاگرام کجا شد اینستاگرام اینا پیداش کردیم مرحمت اینمی اینستاگرامی ما خب دیگران را با هوس میگوی انشاءالله که خداوند شما را میتونه فریدون سن گفت من در غریبی هستم بسیار میخواهم یاد گیرم بهترین برادر فریدون میتونید در همین کانال درس های زبان روسی هستند زبان انگلیسی هستند زبان ترکی هستند اما حاضرش از زبان روسی و ترکی را توقف کردیم یک کمی استاپ کردیم بگیم پاوزه کردیم حاضرش انگلیسی رفته است اما پلیلیست هستند پاپکو هستند مثلا که روسی برای نو آموزان ترکی برای نو یادگیران روسی از کتاب دروگه в Россию ترکی از کتاب استانبول ترکی در 99 روز یعنی پاپکو زیاد هستند ویدیو زیاد هستند شما میتونید که از اونجا اون نوارهایی که به شما پسند هستند پیدا کنید سلامت باشین تشکر زیاد خواهر فیو تشکر که قدر میکنین یعنی خیلی به مثل شما اگر 10 تنه همین حقلا 6 تا 7 تا میشید که چخیلی که در یک صنف 6 7 نفر باشه اگر با شوق با هوس درس میته همین 6 7 نفر میشید دیگر شاید که ما شب روز افیر میکردیم خب
و شاید شما هم یک بار گفته بودین شاید کمی خیلی باشه هستن، شاید برادرها و خواهرها هستن اما وقت گنجایش نمیده که اشتراک کنن، یعنی که شاید ویدیو را بعدا تماشا میکنن. به هر حال تشکر از شما و از دیگران که قدر میکنن و قدر میکنید و میآیید. فریدون سان گفت من اکر روسی را میدونم، شکر الله. بهترین روسی را که بدونیم بهترین، خیلی خوب. خوب میتونین از انگلیسی استفاده کنین یا از ترکی استفاده کنین یا از دیگر زبان هایی که خواهش دارین. انشالله وقت ساعتش آمد میشه با ملی چی با مگلژی ای جی انو. خب دسترخوان زبون هستن که من چی معلم شما هم هستین کو، شما هم همیشه هستین با اشتراکتان، با حضور پیدا کردنتان و با دسترخوان زیباتان، با خوراک های گوناگونتان هستن. معلم انا آماده استن انشالله. بله بله، یعنی آماده استن. الکی نگاه کنیم 8 نفر شدگی. سلامت باشین دوستان گرامی. ملک خانم نوشتن که من نیستم، شما هم هستین کو. خیلی 2-3 نفر شده، نما گفتیم اگر 10 نفر باشه، اگر ده هستین، همتون هستین انشالله. فقط چگونه که خواهر فیبی بار گفتن، یعنی گفتن هستن اما کار دارن بعضی وقت نمیتونن آمده بود چیز. انشالله که هستین. معلم من خودم حیران که ایادم برو آوردم. چی را یادم برو آوردی نفهمیدم. اگه کار شما برای ما بهترین اگر میشین و 500 تا لایک میموندم. سلامت باشین. تشکر زیاد. تشکر تشکر. تشکر که قدر میکنین، میاین انا اشتراک میکنین. سربلند باشین همه کسه. خب دوستان گرامی، وقتتون از زیاد نگیرم، از این بیشتر وقتتون نگیرم. انا افری مورم 1 ساعت و حاضر 1 ساعت و 9 دقیقه شد. معلم خودم حیران که ایادم برو آوردم. چی را در نظر داشته نه؟ کلمه های انگلیسی را. فهمو. این زبان کم تکرار میخواهد، تکرار استفاده بردن همین چیزا را میخواهم. مثلا تو اگر استفاده شون نکنیم بگیم که دیر چی میکنیم، دیر از خود میکنیم که تیز فراموش میکنیم تو استفاده نکنیم. اسلامی کانال 21 اسلوب اینستاگرام در جواب SMS کردم. فهم و حاضرین چگونه که خطون دیده استین افیر داریم. انا اینستاگرام حتما جواب میتیم. بعضی ها می نویسن که خط کنیم جواب میتیم، حتما چی بینه. فروخشون 97 تشکر زیاد. خب
و علیکم السلام. نصیب انشالله افیر تمام کنیم و خیرخش میکنیم انشالله که ختم میکنیم. خب کی باشد که جدا بدیم؟ اینستاگرام را جواب دادیم. خب جواب دادیم اینستاگرام. خب فیلم نوشتن رحمت معلم این کتاب هم تمام کردیم. رحمت کلام برای زحمت و طاقتتون. سلامت باشین. با شما رحمت که می آمدین، با شما رحمت که می آمدین قدر میکردین. خب معلم ملک من در کجای بینن میپرسن شما و درساتان. سلامت باشن ملک خانم، ملک بانو. تشکر زیاد. همیشه تنصیحت و سربلند باشین. واقعا مصبا چخه مرا طاقت یعنی چخه نفهمید. آفرین شما. واقعا مصبا سلامت باشین، سلامت باشین. تشکر زیاد به همه‌تون. تشکر زیاد که تا این مدت در این 44 درس ما را همراهی کردین و همراه ما بودین، دستگیری کردین، قدر کردین، آمدین. تشکر از یک و یکی شما. خب در همینجا افیر به پایان برسانیم چون که ساعت هم یک ساعت 12 دقیقه شد و باز در درس های دیگه باز چیکار میکنیم؟ صحبت میکنیم. معلم رحمت کلان بار دیگر سلامت سربلند باشین. شما نیز سلامت سربلند باشین. با همه شما تنصیحاتی، خانوادگی، خاطر جمع، خوشبختی خواهان هستم و تا درس های نوبتی خدا نگهدار. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Goodbye. See you next class. До свидания. تشکر از همه‌تون. عمر از خط قد می‌نیده همین افیرو سرتون ویران می‌نه. دیگه برعکس ما خرسند میشیم. کسی که سوال کنه ما خرسند میشیم. خیلی سرامون ویران میشه و یا دیگر خیلی گپ نیسته. ما برعکس خرسند میشیم که ما را یک سوال کردیسته. اگر دونستیم خوب میگیم که میدونیم، اگر ندونستیم خیر میگیم که ولی ما در جاش نرسیدیم. رحمت به همه همصنفان و به معلم اولین انگلیسی. سلامت باشین. تشکر زیاد. گله گله علی مصطفی. گله گله ملک خانم. گله گله. خب خداوند نگهدارتون باشه. یکان کمبودی یکان چی از ما گذشته باشه در مدت اینقدر درس ها از یک و یک شما بخش میپرسیم و کسانی که ویدیو را بعدا تماشا میکنن خیر در کامنتر نویسن کجایی که ما خطا کردیم، در کجایی که ما اشتباه کردیم، میتونن توصیه کنن، ما را نصیحت کنن، خطاگیمون را اصلاح کنن تا که در درس های آینده باز درس ها را به شکل خوبتر آماده کنیم و تهیه کنیم. خب مایلش در امان خدا باشین.